من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سروران گرامی و حضار محترم آیه 45 از سوره عنکبوت ابتداء جزء 21 قرآن به حضور پرنور شما قرائت شد. دعا فرمایید که الله ذوالجلال به من توفیق بیان و به همه عزیزان و خود من توفیق عمل عنایت بفرماید. قرآن مجید کتابی هست که ثانی ندارد و دستور العمل الله ذوالجلال است که به پیغمبر داده شده و پیغمبر اون را به امتش تحفه و بخشش نموده است. لذا الله ذوالجلال به پیغمبر عظیم الشان خودش به رسول پاک می فرمایند اینجا امر هست اتل ما اوحی الیک، بخوان اون چیزی که وحی شده به طرف شما من الکتاب، از همین کتاب، از همین قرآن. قرآن مجید نامه های زیادی دارد اما سه نامش مشهوره، یکی کتاب، دوم قرآن، سوم فرقان.
کتاب و قرآن و فرقان چرا دستور میدهد که اتل ما اوحی الیک من الکتاب؟ برای اینکه در ابتدای قرآن، در ابتدای سوره بقره میفرمایند که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب عزیز مشران کتابی هست که هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست، راهنمای متقینه. اگرچه در دیگه جا آمده هدی للناس، هدایتگر همه انسان هاست. چرا قرآن را بخوان؟ برای اینکه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. هر راهی را برای زندگی کردن درست میخواهید طی بکنید، بعد از قرآن پیروی بشود. راهی را که ما میخواهیم درست زندگی بکنیم، باید در اتباع رسول الله ببینیم اون را. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر ادعای محبت خدا را دارید، نحن ابناء الله و احباؤه میگویید اتبعونی، از من رسول پیروی بکنید، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اتباع رسول الله دو فایده دارد. یکی مغفرت گناه است و دوم محبوبیت انسان در نزد خداست. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. سعدی جمله دارد مپندار سعدی کرای صفا، مپندار سعدی کرای صفا، تو آن یافت جز اسفه مصطفی. مپندار سعدی کرای صفا، تو آن یافت جز از پی مصطفی. خلاف پیمبر کسی را گزید، خلاف پیمبر کسی را گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. خلاف پیمبر کسی را گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. ترسم که نرسه به کعبه ای اعرابی، ای بنده سارانشی، ترسم که نرسه به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو می روی به ترکستان است. راه ترکستان را گرفته و میخوای به کعبه برسه. این از راهی که برخلاف رسول الله باشد، برخلاف سنت رسول الله باشد. لذا خدای متعال به پیغمبر میفرماند اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
میخوای که این انسانها انسان کامل بشوند، میخوای که اینا انسان واراسته بشوند، میخوای که این انسانها انسانی که انسانیت در وجودشان باشد قرار بگیرند، بعد این کتاب را به اونا برسانی، قرآن را به اونا برسانی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة. دو چیز در اینجا مد نظر قرار گرفته. یک، قرآن مجید. اون بارها درباره قرآن خیلی صحبت کردم. رهزنان از حفظ او رهبر شدند، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند. پاش گویم آنچه در دل مضمر است، پاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست و شیئی دیگر است. نقش قرآن تا که در دلها نشست، نقش قرآن تا که در دلها نشست، نقشه های کائن و پاف را شکست، نقشه های کائن و پاف را شکست. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، به چه خوبی الله میخواد هم قرآن را فهمیده و هم سنت و سیره رسول الله را. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست و ممکن جز به قرآن زیستن. نیست و ممکن جز به قرآن زیستن. دل به محبوب حجازی بستیم، رسول الله. دل به محبوب دل به محبوب حجازی بستیم، زین سبب با هم دیگر پیوستیم، بین سبب زین سبب با هم دیگر پیوستیم. برای جهان اسلام را قرآن و رسول الله و سیرت رسول الله با هم پیوسته. ولی می فرمایند که اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. چیز خیلی جالبی هست. خداوند حکمت نماز را بیان می کند. نماز عملی هست که در قرآن بار بار تکرار شده. نماز عملی هست که همه انبیاء الهی به اون تاکید دارند و خودشانم پایبند به نماز بودند. بزرگان میگویند در نماز سه خصلت هست. در نماز سه خصلت: یکی اخلاص، دوم خشیه، سوم ذکر خدا. اخلاص، خشیه خدا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اخلاص در نماز اگر باشد، انسان را به معروف امر می کند. هیچ وقت نمازگزار
که با اخلاص نماز بخواند مرتکب منکر نمی شود، بلکه معروفات را انجام میدهد. نماز که با اخلاص باشد امر به معروفه، نمازی که با خشیه باشد نهی از منکر هست، نمازی که با ذکر خدا باشد انسان را به امر الهی وادار می کند، چیزایی که خدای نهی کرده اند از اونا انسان دوری می کند. اگر ما برنامه های قرآن را درست توجه بکنیم، از عقیده گرفته تا عمل تا اخلاق، همه چیز را خداوند به ما یاد داده. اگر قرآن را درست نگاه بکنیم و بدانیم، میبینیم که قرآن میگویند دین برای شما محترم هست، جان برای شما، چه جان خود شما و چه جان مردم محترمه، مال برای شما محترمه که تعرض به مال کسی نمی کنید، حیثیت برای شما محترمه و یک مؤمن تعرض به حیثیتی کسی نمی کند. عقل برای انسان محترمه. قرآن برنامه های دارد که شما کار نکنید که عقل شما از بین برود. مشروبات الکلی و غیره که نابود کننده عقل انسان هستند، از اونا میگوید که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب بکنید لعلکم ترحمون. و این قرآن است که حرام و حلال را برای ما گفته، حقوق الله را برای ما گفته، حقوق رسول الله را برای ما گفته، حقوق خانواده را برای ما گفته، حقوق اقربا و خویشاوندان را برای ما گفته، حقوق جامعه را برای ما گفته، حقوق راعی و رعیت را برای ما گفته. اینا را قرآن به ما گفته و این قرآن مجید هست که این حقوق را برای ما بیان نموده هست. و قرآن است که وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هست، توصیه به حق می کند و توصیه به صبر می کند. صبر در 3 میدان: صبر در اطاعت خدا، صبر دوری از معصیت و گناه، و صبر در مصائبی که به انسان می رسند. در 3 میدان قرآن توصیه به صبر دارد، توصیه به صبر می کند و جمله دارند که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابران را خداوند مزد اونا را بغیر حساب می دهد. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا درباره نماز، انسان ها مختلفن، متفاوتن. گروه اصلا نماز را هیچ عنوان را اصلا قبول ندارد. در سوره مدثر هست خداوند متعال در اونجا می فرمایند که الله عزوجلال در اونجا می فرمایند که از اهل جهنم سوال می شود. سوال می شود که ما سلککم فی سقر،
چه عمل شما را در سقر در جهنم برده؟ اونا جواب میدن که لم نکن من المصلین، و اعتقاد به نماز نداشت، نماز نمیخواد. این همون افرادی هستند که منکر نمازند، اصلا نماز را قبول ندارند. اونا خسران ابدی دارند. گروه دوم گروهی هستند که نماز را قبول دارند، میگه فرض خداوندی است، فرض الهی است، اما سستی در نماز دارند. یک روز میخوانند، یک روز نمیخوانند، یک وعده میخوانند، دو وعده دیگر نمیخوانند. درباره این گروه دوم خداوند میفرمایند که اونا قبول دارند نماز را، اما اون را عملا در سر وقت ادایش نمی. خداوند نماز را 5 وقت قرار داده، اوقاتش مشخص کرده و یک انسان مؤمن پایبند به 5 وقت نماز در سر وقت ما تمام آداب و شرایط اون را ادا بکند. می‌فرمایند که درباره اینا هست که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. خداوند در سوره مریم از دا انسان والا مقام یاد می کند. از زکریا شروع می شود، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، تا که پایانش به حضرت مریم و دیگه بزرگان و پیغمبران می رسد. بعد می فرمایند که اون انسان‌های خوب که پایبند نماز و دین و تقوا بودند، در سر نماز گریه می کردند، اما فخلف من بعدهم خلف، برای اونا جانشینان آمدند که اولین عمل اونا ضایع کردن نماز بود. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقتی که نماز ضایع بشود، اتباع شهوات، چیزهای بد، منکراتی که برخلاف دستور شرع هستند، انسان مرتکب اونا می شود. در تفسیر مراغی ضمنی من آیه سوره مریم که آیه 59 سوره مریم هست و آیه اول ما سلکم فی سقر در سوره مدثر هست، آیه 42 و 43. در اینجا در تفسیر مراغی می نویسند اونا در هر روستای، هر آبادی، هر جا که نماز ویل شد، مساجد ویل شدند، مردم به طرف مساجد رجوع نداشتند، به نماز علاقه نداشتند، هر نوع فساد در اون روستا وارد می شد. متاسفانه بعض وقت همین روستای خیلی بزرگ را می بینیم، با مولای اونجا ملاقات می کنیم، چند خانوارند اینجا؟ نزدیک به 150-200 خانوارند. در مسجد چند نماز گزارند؟ یک نفر یا 2 نفر. اینجا نماز ضایع نشده؟ نماز ضایع شده. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پس میبینیم که معتاد اونجا زیاده، چاوکش زیاده، افراد لاابالی زیادن و هر نوع ناهنجاری را در اونجا ما میبینیم و حتی آسایش جسمی هم ندارن. ما میبینیم افراد میان، من داخل خانه هم میترسم، وقتی میرم داخل خانه نفسم هول میکند، میترسم، مجبورم بیرون بیام. من سوال میکنم نماز میخوانید؟
این گردنش کج شد. نماز نمیخواند. نماز بیمه بدن مؤمن هست. در خانه‌ای که نماز نباشد اطمینان اونجا نیست، آرامش در اونجا نیست، سکون و آرامش از اون منزل می رود. پس اولین جرم شما سستی و تنبلی در نماز است که از خانه خودت می ترسی، از مسکن خودت می ترسی. برو نمازت بخوان، این اوراد و این دعا را بخوان. اگر ترسیدی بعدن از خانه خودش می ترسد، چون در اون خانه سکون و آرامش نیست. اون محل و مسکن شیاطین شده. هر منکری در اون خانه وارد می شود. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. یا در دنیا و آخرت رایشان کج می شود، یا غیر یک محلی از جهنم هست که در اون غی می افتند. و سوم گروهی هستند که در یک روز احتمال داره 4 نماز بخوانند، یکی را نمی‌خوانند. نماز عشاء قضا می شود یا نماز صبح قضا هست. پس اینا را می‌فرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. گروه سوم هستند که اونا از صلات خودشان، از نماز خودشان غافل هستند. عن صلاتهم ساهون. ساهون به معنی غافل. کسی که از نماز غافل باشد، یک وعده بخواند یا چند وعده بخواند و یک وعده بخواند، برای اعلام خداوند عذاب ویل را گفته. ویل للمطففین، ویل للمشرکین، ویل للکافرین، ویل. این ویل برای این انسانی که در نماز سستی دارد، برای اینم هست. ما بهترین گروه انسان هایی هستند که هم نماز را قبول کردند و هم اقامه ایش می کنند، هم سر وقت اون را می خوانند، با شرایطش، با خشوع، با آداب. اینا مؤمنین هستند. خداوند فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. و درباره همین گروه خداوند می‌فرماید که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینا هستند وارثان بهشت. پس خداوند راه حل این که ما از منکرات دور بشویم، منکرات در جامعه ما را پیدا نکنند، 2 چیز را ذکر کرد. 2 چیز را ذکر کرد. یکی تلاوت قرآن و دوم اقامه نماز. نماز از اول تا آخر ذکره. با نام الله الله اکبر شروع می شود و آخرم با نام الله خاتمه پیدا می کند. السلام علیکم و رحمت الله. اول نمازم نام الله است، آخر نمازم نام الله است. به انسان می‌فرماید که ذکر خدا در این آیه آمده بود. و انسان وقتی که در نماز اگر سوره فاتحه را نخواند، نمازش ناقصه و در نزد بعض از علما اصلا نمازش جایز نیست. وقتی که نماز ناقصه و جایز نیست، در سوره فاتحه چی میخوانیم؟ الحمدلله رب العالمین. نه نماز یعنی قبولی مبدا و معاد که هم خدا را قبول داره و هم آخرت را. سوره فاتحه را میخوانی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این توحید خداست. مالک یوم الدین، این قبولی معاد هست.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، که این قبولی همه آکام الهی است. اهدنا الصراط المستقیم، رای انبیا و صدیقین و شهدا را ما از خدا میخواهیم. اونایی که انعم الله علیهم هستند، در سوره نساء هست آیه 69 که خداوند میفرمایند و من یطع الله و الرسول، هر کسی که اطاعت خدا و رسول الله را بکند، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. پس ما رای این انسانهای والا مقام که از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین گرفته طلب میکنیم، رای اونا را طلب میکنیم ما. و نماز از اول تا آخر ذکر خدا هست. می حضرت موسی خداوند دستون اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لذکری، نماز را اقامه بکن برای ذکر من، برای یاد من. نماز از اول تا آخر یاد الله ذوالجلال هست. و در همون آیه‌ای که من برای شما خواندم که خیلی جالب هست، همون آیه 45 سوره عنکبوت، علم در اون آیه هست، حکمت هست، نصیحت هست، معیار خود شناخت حق و باطل هست و سبب نور قلب و جان هست. و الله ذوالجلال در همون آیه همه اینا را بیان کرد. ما از قرآن دور شدیم، از نماز دور شدیم، روز به روز ببین مشکلات بیشتر می شوند، مشکلات بیشترند. پس نماز طهارت و پاکی روح مؤمن و مؤمنه هست. زن و مرد مسلمان اگر میخوان که روحشان پاک باشن نماز بخوانند. و نماز سبب عفو و مغفرت گناهان انسان هست. اقیم الصلاة طرفی النهار، دو طرف نهار یعنی صبح عصر نماز خدا را بخوان. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات مانند نماز گناهان انسان را از بین میبرند. رسول الله فرمود وقتی شما شروع میکنید صورت خود را میشویید، هر گناهی که مربوط به صورت میریزد، حتی که از وسط مژه های شما دست میشویید، گناهی که مربوط به دست میریزد، سر مس میکنید، پا را میشویید، این گناهان شما میریزند. دو تا حدیث نقل میکنم از دو تا صحابی بزرگوار. یک روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یک روایت خیلی معتبری از دوم روایت حضرت ابو ذر. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیغمبر فرمود اگر جلوی خانه شما یک نهر، یک جوبی رد بشود و شما روز 5 مرتبه خود را در اون نهر، در اون آب زلال که آب خیلی عمیق و آب کوچیکی هم نیست، عمیق و خیلی آب خوبی است، در اونجا روز 5 مرتبه بدن خود را بشویید، آیا در بدن شما شرک، فساد، غل، غیش، آلودگی میماند؟ صحابه گفتم نه. و مثال 5 وقت نماز، وقتی که شما بروید به مسجد 5 وقت نماز را بخوانید از گناهانتان تمیز میشوید. دوم روایت ابو ذر رضی الله تعالی عنه است. در فصل پاییز بود، برگ درختان زرد شده بودند، میریختند. حضرت رسول الله داخل باغی بود، یک شاخه را از اون درخت گرفت، تکانش داد، همه برگا ریختند. حضرت ابوذر نگاه میکرد و ای ابوذر چرا از من سوال نکردی؟ من چرا این کار کردم؟
این برگ تکان دادم که همه این شاخه را تکان دادم که همه برگاه هایش ریختند. و رسول الله سوال میکنند چرا؟ که مثال مؤمن هست وقتی که نماز میخواند گناهانش چنین میریزند که برگ این درختان ریخت. نماز است که ان الحسنات یذهبن السیئات و ذلک ذکری للذاکرین، در سوره هود است این آیه. بله، نماز پاکی روح مؤمن و مؤمن است، سعی بر طرف کردن گناهان است. و این دو حدیث من در اینجا خواندم. پس پایبند نماز باشیم. توصیه من بر این است به همه مسلمانان، به مسئولین کشور ما که هرچی میتوانید فرهنگ قرآنی را در میان مردم بیایید و فرهنگ قرآنی را ایجاد بکنید. تا زمانی که مردم به محتوای قرآن آگاهی پیدا نکنند، حرام و حلال ندانند، خوب و بد را ندانند، منکر و معروف را ندانند، ما نمیتوانیم اون جامعه را مانند فنر داخل دست محکم نگاه داریم. دست ما آخر خسته می شود و فنر در می رود. مردم را با نمازخانه ها را نبندیم، کلاس های قرآن را تعطیل نکنیم که عاقبتش همین است که امروز ما در خیابان ها می بینیم. وظیفه حکومت که نمازخانه ایجاد بکند، نه این که نمازخانه ببندد. وظیفه حکومت به علما دستور بدهد که شما فرهنگ قرآنی را در جامعه، حرام و حلال را در جامعه مروج بکنید. وقتی که ما بگوییم قرآن درباره حرام و حلال اینطوری گفته، وظیفه زن این است، وظیفه مرد این است، حجاب شرعی این است، با فرهنگ با مردم برخورد بکنیم، با ملاطفت، همونطوری که پیغمبر با ملاطفت برخورد داشتن. اسیری را می آوردن به ستون مسجد پیغمبر می بستن، می گفتن ایمان میاری یا نه؟ گفت نه ایمان نمیارم. پذیرایش می کردن، برای حاجت انسانی بیرونش می بردن، بعد می آوردن می بستن. دشمن پیغمبر بود، دشمن قرآن بود، دشمن دین بود، قاتل اون انسانهای پاک بود مانند صحابه. بعد می بستن. گفت چیه؟ گفت نه ایمان نمیارم. چرا ایمان نمیاری؟ گفت نمیارم. خدا هم گفت لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی شناخته شده، راه کج از راه راست شناخته شده. تا 3 روز نبی بستن. گفت نه ایمان نمیارم. هشدارم میداد، به پیغمبر هشدار میداد، به خلفای راشدین که در اونجا بهترین انسان ها بودن، به اونا هشدار میداد این تقتل زادمه، اگر بکشی کسی را میکشی که خونش گم نمیشود، و اگر احسان بکنی بر کسی احسان میکنی که احسان را میشناسد. بعد از 3 روز پیغمبر میگه راهش ثمامه ابن عثال نامش هم میگیرن. بعد 3 روز میگوید که راهش بکنید. از قبیله هست که یک کسی در اون قبیله دعوای پیغمبری به پیغمبر گفت زمین در میان من و تو نصف، به مسیلمه الی محمد نامه نوشت برای پیغمبر، زمین در میان ما و شما نصفه، نصفش مال بنی حنیفه، نصفش مال قریشه، ولکن القریش قوم یعتدون.
پیغمبر آزادش ولش میکند. اکراه بر اون کار نکرد، اجبار بر اون کار نکرد. رفتن داخل باغهای مدینه، غسل کرد، بدن خود را شست. همین قدر فرهنگ داشت که غسل کردن یکی شرطی از شرایط دینه، از شرایط اسلامه. آمد جای پیغمبر، من به اجبار ایمان نیاوردم، به اکراه ایمان نیاوردم، من رها کرده رفتم غسل کردم، برگشتم، الان آمدم دین را، کلمه را، اسلام را برای من تلقین کن. تکبیر. و بگو لا اله الا الله محمد رسول. کلمه را خواند و ای پیغمبر من دو مسئله دارم. یک سرداری شخصیت بزرگه. ای پیغمبر من دو تا مسئله دارم. یکی این که من را گرفتن یاران شما، من میخواستم به مکه بروم، حجی انجام بدم. تو در زمان جاهلیت هم حج بیت الله را میکردم، همه اعمال را داشتن، نماز، حج، حتی روزه، صدقات، فضیلت حجاج، آب دادن، امارت المسجد الحرام، قرآن را گفته، همه را داشتن. من میخواستم به حج برم، اینا مرا گرفتن دوردن جای شما. حالا اون حج بر من لازم است یا نیست؟ لازمه، برو انجامش. مسئله دوم، میدانی که من از قبیله بنی حنیف هستم و در منطقه‌ای که ما هستیم همه مواد غذایی مردم مکه از منطقه ما می رود، از خرمایش گرفته و از حبوباتش گرفته و همه چیز، حتی میوهش گرفته از سرزمین ما می رود. اگر شما اجازه بدهید من به اونا این رابطه اقتصادی را دادم، معامله و تجارت را دادم، اگر اجازه ندهید یک دانه گندم برای اونا نمیدهم. رسول الله میگوید اجازه نیست. فعلا میبینیم چی. پس اون میرود اونجا زیارت خانه کعبه را انجام میداد، میگوید من مسلمان شدم، جای رسول الله رفتم، مسلمان شدم. الان شما حواستان جمع باشه، از این طرف به طرف بنی حنیف و منطقه ما نیایید که من به شما یک دانه گندم و جو و غیره نمیدم. آخرین طور مجبورش مردم مکه که به طرف پیغمبر نماینده میفرستند اگر ما بد هستیم شما صله رحم با ما داشته باشید. تحریم اقتصادی شده، نمیتونن بچه ها زن و بچه ما از بین رفتن. پیغمبر اجازه میداد الان بده. و دین اسلام دین عطوفت، دین مهربانی است و وقایع اخیر کشور واقعا برای همه ما رنجن، دردن که یک مسئله کوچیکی رخ میدهد که کشتن یک انسان، یک خانم هست که در نزد خدا این کشتن انسان هم خیلی مسئله بزرگی هست، کوچک نیست. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، فرهنگ قرآنی. کشتن یک انسان مساوی با کشتن همه انسان‌های روی زمینه. یک انسانی را یک شخص بکشد، همه انسان‌هایی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنند گویا که همه را کشته. قتل نفس چیز کوچکی نیست. حق اگر همینطوری نگاهش بکنیم دو حرفه، یکی هی است که قاف، اما از نظر تجوید و ادغام نگاهش بکنیم سه حرفه، دو تا قاف یک هی. حق هیچ وقت گم نمیشه. حقیقت 5 حرفه، حقیقت هم هیچ وقت پنهان نمیشه.
توصیه هم این است. از طرف ما پراخان دادن، دیشب تصویر 3 نفر را دادن، یکی تصویر این حقیر و بنده هست، شیخ الاسلام و کاکا حسن امینی و اینا را در فضا دادن که فردا این 3 نفر گفتن به همه ملت که فردا چه قبل از نماز چه بعد از نماز به خیابان ها برید و شلوغکاری بکنید. ما نصیحت میکنیم، ما هرج و مرج دوست نداریم، ما نصیحت میکنیم، وظیفه ما نصیحت است، چون پیغمبر فرموده الدین النصیحه، خود دین نصیحت است. نصیحت به معنی خیرخواهی. یک پارچه را، یک لباس را یکی میاد پارهش میکند، اون دختنش نصیحت میگویند، یعنی شما ترمیمش میکنید. نصیحت یعنی دین نصیحت. این یکی ابن رجب حنبلی کتاب دارد، جوامع الکلم اسم کتابش هست، همین حدیث را نوشته، میگه این یک حدیث از جوامع الکلمه، اون کلماتی را که پیغمبر مختصر و جامع ذکر میکرد. دین نصیحت. گفتم برای کی ای پیغمبر؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. گفت برای الله، احکام خدا را به مردم برسانید، یک. دوم سنت های رسول الله را، روش رسول الله را برای مردم بگویید. دو سوم خیرخواه همه مؤمنین، همه انسان ها باشید. سه و خیرخواه حاکمان و راعیان امت باشید. حق مؤمن خیلی زیاده، حق المسلم علی المسلم زیاد هست، حق مؤمن علی المؤمن زیاده. فقط پیغمبر 6 چیزش را گفته که وقتی که مریض می شود اعادهش بکنید، وقتی که فوت می کند تشییع جنازهش بروید، سلام می ده سلامش را علیک بکنید، عطسه می زنید یرحمک الله برایش بگویید. و همین چیزهای خیرخواهی را پیغمبر گفته. اما حقوقی در مسلمان خیلی زیاده، حق جامعه خیلی زیاده. و نصیحت ما این است که سلیقه‌ای عمل نشود. حقیقت هر روز باشد پنهان، پنهان نمی‌ماند، آشکار می شود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر کرده در آیه 90 که منشور حقوق انسانی است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 6 چیز راست امر است نه در همین آیه 90 آمده که بارها من گفتم و بارها این جمله را من گفتم که در یک کشور اگر 3 چیز باشد اون کشور آباده. یک، امنیت، هیچ کسی نامنی را نمی خواهد. 2، معیشت مردم، اقتصاد مردم، این گرانی ها مهار بشوند، این تورم ها مهار بشوند، به حال مردم نگاه بشود. این 2 و 3 سلامت انسان ها، بهداشت انسان ها، سلامت انسان ها. بعض وقت ما می بینیم که یک انسان مریض می شود، اینا پول داروی خود را، دکتر خود را ندارد. آیا فقرا باید محکوم به مرگ باشند؟ نه دفترچه‌ای دارد، نه پول دارد، مریض می شود. خدا می داند. برای از همین کوساره بالا بود، امروز من دیدم که یک نوجوان دستش قطعه، آخر گفت این دستش آسیب دیده، 30,000 تومان هزینه داشته، پدر و مادرش نتوانستند اون 30,000 تومان بدن، مجبور شد دستش را قطع بکنن برای همیشه اون نوجوان فلج و معلول و گرفتار بشه. پس سلامت انسان هم خیلی مهم هست. و
خطاب به زنان ایرانی اهم از مسلمان و غیر مسلمان. زن ایرانی همونطوری که 2-3 هفته قبل من درباره حجاب گفتم، زن ایرانی اصالتاً پرده خود را، حجاب خود را حفظ کردند ولو غیر مسلمان بودند، از هموطنان زرتشتی بودند، کلیمی بودند و مسیحی بودند، اما حفظ حجاب داشتند، حجاب خود را رها نکردند. ما میبینیم همون زنان هستند که در زمان رضا شاه که انگلیسی‌ها و غربی‌ها این حکام مسلمین را، فریب خوردگان و ضعفای مسلمین را که از دین آگاهی نداشتند فریب دادند و گفتند تمدنی نیست که شما دارید، زنای شما چادر پوشیدند، لباسهای چنین و چنانی پوشیدند، تمدن این است که این زن باید سر لخت بگردد، پا لخت بگردد، عریان و برهنه بگردد. این تمدن دانستند. اما انسانهای بیچاره مانند اتاتورک، مانند رضا شاه، مانند ظاهر شاه که اینا را که ما میدانیم در اینجا به طرف کشورهای عربی اونام کاری نداریم، اینا آمدند و کشف حجاب را دستور دادند و بد حجابی را و بی حجابی را پذیرفتند، اما زنان اصیل ایرانی و مسلمان اون بد حجابی را اصلا قبول نکردند. نیزه را پذیرفتند، مردن خود را پذیرفتند، اما بد حجابی و بی حجابی را نپذیرفتند. این چه چیزهایی هستند که امروز ما در فضای مجازی میبینیم که روسریهای خود را پرت میکنند و میسوزند، یا موهای خود را مانند اون کسانی که از ایران خارج میشوند موهای خود را خانم ها میتراشند. با من ملا لج دارید، من اصلا زنده به گور بکنید، من به درد نمیخورم، اما با قرآن چرا لج دارید؟ با حجاب خانم های پیغمبر و دختران و امت اسلام چرا لج دارید؟ دستور الهی است، دستور قرآنه. اگر من به سلیقه شدم، قرآن اصالت دارد، دین اصالت دارد، سنت پیغمبر اصالت دارد، فرهنگای اصیل قومی اصالت دارد. یک قوم با 3 فرهنگ، با 3 چیز زنده هست. یکی زبانش، زبان قومیش، دوم لباسش، سوم دینش. حالا خدای ناخواسته یک کسی همسال بنده آمد و یک کار سلیقه‌ای غلطی را انجام داد، ما چرا با اسلام لج میکنیم؟ چرا با قرآن لج میکنیم؟ چرا با دین لج میکنیم؟ چرا با مرام قومی خودمان لج میکنیم؟ اینا چیزهای بدی هستند. و همچنین توصیه میکنم به مامورین عزیز، مامورین امنیتی، برای حفاظت کشوران، برای حفاظت ملتان، برای حفاظت سرمایه ملتان، برای حفاظت حیثیت و آبروی ملتان، اونا را توصیه میکنیم که سلیقه‌ای عمل نکنید. و من مردم عزیزم توصیه میکنم، ماموری که برای حفاظت شما آمده، برای حراست شما آمده، برای نگهداری جان و مال شما آمده، اونا را دشمن حساب نکنید. همینجا خود من در محاصره بودم، انواع و اقسام نیرو آمده بود. من چه گفتم؟ عزیزان من، این ماشینایی که آمدند، این نیروهایی که آمدند، اینا دشمن ما نیستند، نور چشم ما هستند، برای حفاظت و حراست ما آمدند. اونا را به عنوان دشمن حساب نکنید.
اگر شما را با تفنگ زدن شما سنگ اون طرف پرتاب نکنید. این توصیه مردم این تریبون بود. امروز به ملت شریف توصیه می کنم هرج و مرج هیچ کشوری را آباد نکرد. ما همه مردم را، مسئولین هم را، همه مردم را اراذل و اوباش خطاب نکن. پس مدیریت ما، درایت ما، این ریاست ما کجا شد که این همه اراذل و اوباش در زمان انقلابنا به وجود آمدند در همه این شهرها؟ اگر مردم حقی دارن، صدایی دارن، صدای اونا را بشنویم، علیوار و عمروار باشیم. تکبیر! که علی را در زمان حکومتش یک یهودی به محاکمه می کشد و قاضیش اون را محاکمه می کند و عمر یک فرمانده خود را از مصر به مدینه می آرد برای یک کسی که غیر مسلمانه، یک شلاقی به اون زده اون را محاکمه می کند. بگه اونک شلاق میزنی به جای خود پدرشان بزن. پدرش هم شلاق. این رابر گرامی در اون اوائل در خطبه های تهران گفتند عدالت اسلامی را با خلافت حضرت عمر، با استدلال به خلافت حضرت عمر عدالت اسلامی را به خارجیان معرفی کرد. عدالت اسلامی این است که خلیفه دوم فرمانده خود را، فرمانده لشکر خود را، استاندار خود را، استاندار مصر را برای یک شلاقی که به غیر مسلمان میزند اونا در مدینه محاکمه می کند و شلاق را بر سرش جاری می کند و میگوید از کی مردم را برده خود ساخته ای در حالی که از مادران خود آزاد به دنیا آمدند. قضاوت عادلانه باشد، حق و حقیقت گفته بشود. هیچ کسی جرأت نمی کند که شعار بدهد. حقیقت را همه میپذیریم. از حقیقت گفته بشود. با این شبکه ها که ما میریم میزگرد تشکیل میدهید، ما اونجا میگویم بله این طوری بوده، اون طوری بوده، پزرگانونی این طوری گفته، فلانی این طوری گفته، فلانی اون طوری گفته. مردم که میدانن چی گذشته. مردم را نمیتوانیم فریب بدهیم. شما به یک بچه کوچیکی یک 50 تومانی بدهید، یک 10 تومانی، کدامی که انتخاب میکنه؟ یک بچه کوچیکی 1 سال 2 ساله پول به اون بده، یک 50 تومانی، یک 10 تومانی. مردم به رشد و بلوغ فکری خودشان رسیدن. پایین میز گردان نمیشود مردم را قانع کرد. حقیقت گفته بشود. کسی که خطایی کرده محاکمه شد نشود بله این خطا نشده، اینم حقیقت هست و حقیقت را بگوییم. انشاءالله خداوند ما را کمک میکند. الله ذوالجلال ما را کمک میکند، به داد ما میرسد و پلیس نور چشم ماست. مسئله دیگری میگردد خدا کند که دروغ باشد. در چابهار اونجا یک مسئله ناموسی هست دیگه در فضای مجازی منتشر شده. من اعتقاد زیادی به این فضای مجازی که هر چیز منتشر میشه ندارم، اما اگر حقیقت باشد اونجا به جد پیگیری بشود. از کردستان جرقه شروع شد، حالا همه شهرها را گرفت. خدای ناخواسته اگر بلوچستان چنین جرقه ناموسی شروع بشود اون به کجا میرسد؟ مصیبت روی مصیبت. زنان مسلمان اصالت خود را حفظ کردند، عفت خود را حفظ کردند. اگر کسی یک خطایی کرد ما یک خطاکار را مجازات بکنیم، مسئله را سنگین نکنیم که تا چندین بیگناه دیگه چی از مامورین چی از مردم کشته بشه. همون یک خطاکار به مجازاتش برسد. یک شلاق حضرت عمر بر یک کسی جاری کرد، در تاریخ این عدالت موند.
حضرت عمر خودش گفت اگر من کج بودم شما با من چه رفتاری میکنید؟ گفتن در انتهای مسجد کسی بود، سارای نشینی بود، شمشیر خود را کشید و با این شمشیر کج من توی عمر را راست میکنم. سبحان الله. حضرت عمر میگه الحمدلله، نمیگه بگیریدش، الحمدلله که در دین رسول الله کسی هست که من اگر کج باشم با شمشیر کج من راست میکنم. راوی میگه رحمک الله یا عمر، خداوند شما را بیامرزد عمر. یک نفر عادیه، یک مامور میتواند اون چپ راست ببندد، ببرید زیر مشت و لگت و شکنجهش بدهید، دوباره چنین غلطی نکنید. اما تو میگو الحمدلله که در دین رسول الله چنین افراد هست. ما بیاییم مسئله را درست بررسی بکنیم. برای هر کشور پلیس، نیروهای امنیتی، ارتش و نیروهای مسلح لازم هستند. اونا باید برادر ملت باشند، فرزند ملت باشند. در زمان شاه تظاهر میکردند، افراد کشته میشدند، مردم میگفتن برادر ارتشی تا کی برادر کشی؟ برادر ارتشی تا کی برادر کشی؟ ما به ارتش هم این جمله را امروز هم میگوییم. عزیز من، ارتشی، نیروی انتظامی، ای برادر سپاهی، تا کی این تباهی؟ این تباهی ها هستند که ما را نابود میکنند. شما خدوم باشید، خدمتگزار باشید، نور چشم انسان ها قرار میگیرید. اگر مردم دانستند که در کار شما خیانتی است، امام خمینی گفت وای به روزی که مردم از خرابی های ما آگاهی پیدا بکنند و خیانت های ما را ببینند، اون زمان همین مردمی که ما را سر قدرت آوردند همینا میگیرند و ما را پرت میکنند یک کنار. مسئله اینجا هست. ما میگیم عزیزان من، نیروهای مسلح، شما فرزندانی من آب و خاک هستید، همه ما برای این آب و خاک میمیریم. من بارها گفتم چو ایران نباشد تنی من مباد. تکبیر. و همچنین میگویم چو اسلام نباشد تنی من مباد. تکبیر. چو قرآن نباشد تنی من مباد. تا حجاب و عفت نباشد تنی من مباد. ما حجاب میخوایم، عفت میخوایم، ننگ یک زن مسلمان را من میخوام که با ننگ و اعتبار زندگی بکنه، بی ننگی را نمیخوایم. من وقتی به ترکمنستان رفتم، من وقت زیاد گرفته شد، وقتی به ترکمنستان رفتم دیدم زنان ترکمن، زنان بلوچ، این دو قومی که در اونجا زندگی می کردن، دیدن حجابشان محفوظه، چادرشان بر سرشان هست. فقط بعضی از زنهای آستینای خود را تا اینجا قرار داده بودند. ضمن این که 70 سال کمونیستای منحوس خبیث رسوا ظالم و ستمگر تکبیر. لنین و استالین دین را افیون می دانستند، اینا اصالت قومی خود را حفظ کرده بودند. الان هم در ایران که هستند، زنان اصیل ایرانی اصالت خود را حفظ می کنند. نه ما غرب زده هستیم و نه فرهنگ منحوس غرب را می پذیریم. تکبیر. و ننگ است برای ما که برهنگی را، عریانی را فرهنگ بدانیم. این ننگ است برای ما.
برهنگی و عریانی فرهنگ باشد. اون تمدن حیوانات، تمدن یک انسان نیست. دعا بکنی خداوند تبارک و تعالی همه ما را انصاف بدهد. همه را توصیه میکنه به تقوای الهی، به پرهیزگاری از ناهنجاریا و اموال عمومی برای همه است. اونا حفظ بشوند، انسان ها اموال شخصیشان حفظ بشوند، حیثیت انسان ها در خیابان و کوچه حفظ بشود، حیثیت نوامیس حفظ بشوید و برای روزی که خداوند همه مشکلات جهان اسلام را و ما را برطرف بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.